به یک قسمت دیگه از برنامه گفتنی ها خوش اومدید. تو برنامه امروز مهمانی داریم که شاید کمی متفاوت باشه با مهمانی قبلی، از این بابت که نسبت به اونها جوان‌تره و از نسل‌های جدیدتری است که مبارزه علیه رژیم ایران رو انتخاب کردند و به این مسیر پیوستن، به سازمان مجاهدین پیوستن. میخوایم با مهمان برنامه‌مون صحبت کنیم، کمی با شرایطش آشنا بشیم و با اینکه چه تجربیاتی داشته بعد از اینکه در این مسیر وارد شده. مهمان برنامه امروزمون صالح کوهی هستش. صالح سلام میکنم بهت. فرزان جان خیلی تشکر میکنم از این فرصتی که به من دادید به برنامه‌تون بیام و خیلی خیلی خوشحال هستم. امیدوارم که بتونیم یک گفتگو منم امیدوارم که بتونیم یک برنامه گفتنی ها داشته باشیم، تو هم فرصتش رو داشته باشی گفتنی هات رو برای ما و برای بینندگان برنامه‌مون بگی. میخوام از اینجا شروع کنیم که هم کمی بیشتر آشنا بشیم، بیننده ها بیشتر باید آشنا بشن، بعد ببینیم که توی چه فضا ملأ و شرایطی و در چه سالهایی در واقع مسیر رو انتخاب کردیم، مبارزه رو، و کمی ما رو به اونجا ببر، به اون سفرها و به اون که چطور بود برات. خب من همونطور که خودت اولش گفتی متولد تقریبا 1070 حساب میشه. 1070 حساب میشه. بعد توی شهر قلعه‌سنگخان که به شهر قدس هم میگن. زنده باد زنده باد. آره. همونجور که قیام سال 98 که تقریبا تمام شهر توسط بچه محلمون تسخیر شده بود. بعد تو اونجا به دنیا اومدم که البته بعد یه محله اونجا هستش به اسم سرخ حصار که درسته. در واقع با سرخ حصار شرق تهران فرق میکنه. این محله بهش میدون ساعت هم میگن. بیشتر اونجا بودم ولی خب جاهای مختلف قلعه‌سنگخان رو میشناسم که بسیار. این محله از چه بابت متفاوته یا خاصه؟ چون من بسیار اسم این محله رو شنیدم. حالا اگه من درست میگم، اگه من چیزی اشتباه گفتم حتما تصحیح کن. اسم این محله رو بسیار شنیدم. از چه بابت متفاوت هستش؟ چه جوی اونجا حاکمه؟ خب سوال خیلی خوبی کردی. این محله از بابت مهمترین چیزی که داره توی این محله قشر بسیار خاصی هستن، از این بابت که قشر کارگر و تقریبا حاشیه جاده مقصود تهران کرج هستش. تقریبا تو جاده مقصود تهران کرج خیلی کارخونه و کارگاه‌های خیلی زیادی هستش، لذا اکثر این کارگرها توی این محله‌ها زندگی میکنن. مثلا تو اسلام شهر، توی قلعه‌سنگخان، توی سراسیاب، ملارد، شهریار. ولی تو قلعه‌سنگخان مشخصاً طیف کارگر و مهاجرش خیلی زیاده و اغلبشون هم مثلا قشر خاصی ترک توش زیاد داره، از شهرهای مختلف. کرد توش داره، بلوچ داره، لور داره، بختیاری داره، عرب داره، فارس تهرانی هم داره، حتی از همدان داره، از هر جای ایران که بگی توی این قلعه‌سنگخان توش هست. ترکاش خیلی زیادن، گاهن اصلا تقریبا نیمه رسمی ما هم تقریبا یه ذره ترکی صحبت می‌کردیم. آره. ولی ترکیش یه مقدار فرق می‌کنه دیگه، چون ترکیه به اصطلاح میگن مثلا شبیه تهرانی، مثلا کمتر لهجه داره فلان اینا. ولی نکته اصلی و اجتماعیش و اینکه رژیم خیلی میترسه و اون موقع من یادم مثلا مثل بشکی باروت هستش، به دلیل اینکه بسیار آدمای شورشی هستن، بسیار مستعد هستن و به دلیل فشار و فقری که رژیم توی اونجا حاکم کرده و اونجا هم الان دیدیم بعضی از تصاویر توی بلوچستان و شهرهای مختلف نشون میده از تخریب خونه‌های مردم. اونجا هم یک محله داره الان بهش میگن محمدشهر یا محمدشهر و بهش قبلا بهش گفتن قورتداغی، که محله هستش که خونه ها رو رژیم میاد خراب می‌کرد. مثلا مردم پول نداشتن یا مثلا مهاجر بودن میمدن خونه میساختن، رژیم یه دفعه شهرداری میومد نصف شب خونه رو خراب. یعنی این پدیده اونجا خیلی زیاد بوده که باعث خیلی خشم و نفرت از خیلی میشه. درسته. یه چنین جایی ما بزرگ شدیم که به اصطلاح خیلی مردم آتیشی و شورشی داره که توی سال 98 در واقع میشه گفتش که هیچ جای سالمی تو از ارگانهای رژیم باقی نداشتن که درسته. خود رژیم هم به این اذعان کردش تا اینکه دیگه مجبور شدن کشتار بکنن. بله.
که واقعا خودم از این بابت واقعا افتخار میکنم. افتخار میکنی که مال چنین منطقه‌ای هستی. بسیار درسته. در دهه 70 اونجا چه فضای حاکم بود که البته بخشش گفتی یا به خاطر فقری که در واقع رژیم حاکم کرد یا فشاری که برای این منطقه میاره، خب میزان نفرت از رژیم گفتی در اونجا بالاتر، ولی اما چی شد که با سیاست آشنا شدی؟ توی خانواده‌تون موضوعات سیاسی در واقع مطرح بود یا سیاسی نبود؟ یا چجوری با سیاست آشنا شدی؟ چطور شد که بعدش به سازمان مجاهدین پیوستی؟ یا چطور انتخاب کردی که این مسیر رو به عنوان مسیر زندگی انتخاب کنی، مبارزه با رژیم رو؟ سوال خیلی خوبیه. راستش من خودم از بچگی خیلی دنبال یه سری ایدئالا بودم، مثل هر کسی که توی مجاهدین میاد، هر جای دنیا که هستش به هر حال یه سری ایدئالای خودشو داره. مثلا دنبال موسیقی بودم، کلاس زبان میرفتم، کلاس موسیقی میرفتم. حتی الان ساز میزنی؟ گاهن وقت بکنم ولی بیشتر تو خلوت خودم ممکنه بخونم یا مثلا توی چیز آوازم میخونم. آره گاهن، ولی خیلی شاید قابل تحمل نباشه. بخیر هر کی برای خودش صداش قشنگه. بعد کلاس مدرسه فوتبالم میرفتم، نونهالان و اینا. درسم بد نبود اگه تعریف از خودم باشه. اینا خیلی ریاضی علاقه داشتم، هنوزم گاهن علاقه دارم. خیلی خوشم میاد از ریاضی. بعد وضعمونم نسبتا میشه گفت بد نبودش، زندگی خودمون رو داشتیم. از بعد مالی میگی؟ بله مثلا زیاد چیز نبود. ولی حالا نقطه این که از کجا شروع شد، بعضا از دوستای قدیمیمون که باهاش مواجه شده بودم میپرسیدن که مثلا برای چی، مثلا چرا مثلا شروع کردین شما. نقطه اصلی تو همون محله شروع میشد، یعنی همه چیز به همون محله ختم میشه. من البته این مدتی خیلی کوتاهی توی تهرانم بودیم، مثلا در 1 سال اینا توی ستارخان تهران، ولی هم اونجا و هم توی قلعه حسن‌خان صحنه‌ها رو من هیچ موقع فراموش نمی‌کنم. چه صحنه‌ای؟ من اولین محله‌های قلعه حسن‌خان که اکثرشون چیزا، مثلا ما یه مدتی توی جواد آباد قلعه حسن‌خان بودیم که الان میگم احتمالاً بچه‌ای که تو اونجا باشن بدونن چه محله هستش که بسیار شورشی هستش، ولی در این حال خیلی فرق توش بیداد میکنه. من تو مدرسه که میرفتم 7 سالم بود، رفتم دبستان، اولین صحنه‌ای که دیدم از مثلا بچه‌ای که میمدن مدرسه حتی غذای روز نداشتن بخورن اینا، از همون موقع تاثیر گذاشت. یا حتی معلممون که اون خانم یا آقای معلم هنوز یادم صحنه‌اش که از شهرهای دیگه اومدن اونجا معلمی میکردن، چنین صحنه‌ها رو میدیدم واقعا چند بار خودم صحنه‌اش یادمه که گریه‌شون گرفته بود. اینایی که میگی همه مال مثلا اواخر دهه 70 درسته؟ آره. که خیلی تکون دهنده بود. مثلا چند بار از دوستان تو مدرسه از ضعف مثلا چند روز غذا نخورده بودن، یه دفعه فنت میکردن یا بیهوش میشدن میافتادن. بعد اون خانم معلمش پرسید چی شده فلان مثلا اینا، ازش سوال میکرد، گفتش که آره من مثلا یه 2 روز غذا نخوردم. هنوز اسما و اسامی و تصاویر هنوز یادم، یا مثلا بهش فکر میکنم گاهی تو خلوت خودم بغض میکنم که اینا بودش، این صحنه ها بودش. اینا مثلا که من دارم بهش میگم 1 از 1000. یا مثلا توی یکی از مراکز اصلی قلعه حسن‌خان بچه‌ها میدونن، سرقناته که هنوزم که هنوزه هر موقع رژیم یک مقدار احساس وحشت میکنه اونجا رو پر میکنه از گله‌های وحوشش، از ماشینای گشت و انتظامی و سپاه و اینا پر میشن اونجا. یعنی یک لحظه که چرا؟ چون مرکز اصلی شهره و مرکزی که اونجا مثلا چیز بشه جرقه بخوره نمیتونه کنترل بکنه. جایی که محله‌های دیگه مثلا محله سجاد و محله از کاوسیه و از مصلا و از امارت و جاهای دیگه قلعه حسن‌خان که بچه‌ای که اونجا هستن یا حتی حاشیه شهر قلعه حسن‌خان میشناسن، اونجا یه دفعه سرجم میتونن بشن اونجا و رژیمو چیز بکنن. کما که توی قیام هم اونجا و خیابون انقلاب جلوی پارک آزادگان، بله، توی انقلاب اونجاها شروع شد دیگه نتونست کنترل کنه. بعدش هم که دیگه سمت چیز، حالا داشتم سرقنات می‌بودم، این صحنه‌ای که من اونجا می‌دیدم از کودکای کار واقعا برام تکون دهنده بود فرضاً. یا مثلا توی ترمینال قلعه حسن‌خان که الان سمت تقریبا فکر کنم جنوبیش باشه اگه اشتباه نکنم، این آدرسایی که میگی الان به روز یا آره آپدیت یا با دوستامون به روز کردم. خودم با گوگل مپ و چیزای مختلف و با دوستام که باهاشون گپ میزنم گاهن تو مجازی جاهای مختلف باهاشون به روز کردم، اینا به روز هستن که در واقع کنار اون ترمینال که خودش یک صحنه واقعا فجیعی بود از فقر،
از دستفروش و اینا یک پاساژ بسیار بزرگی ساختن که الان اگه اشتباه نکنم اسمش پاساژ میلاد هستش. توی محله‌های دیگه هم که بری که دیگه واقعا چیزه. مثلا همون قورتداغی که به ترکی بهش میشه کوه گرگ، قورتداغ یعنی کوه گرگ ها. اونجا که میری تو اونجا هم واقعا که بهت گفتم خونه ها رو خراب میکردن اینا. بقیه محله هم مثلا جای فرق به سزایی نمیکنه. ممکنه بعضی از محله‌های جای کما بیش همین شکلیه، تقریبا همین شکلیه. در واقع یک منطقه‌ای در حاشیه تهران بله و نسبتاً با مردم دردمند و فقیر، از همونجا بود که با این اختلافات و اینا حالا چجوری رو تاثیر گذاشت اینا؟ منظورم که خب فقر میتونه همه جا باشه، ولی این چجوری رو تاثیر گذاشت که وارد دنیای سیاست بشی، وارد مبارزه سیاسی بشی، وارد عرصه در واقع یک چنین مبارزه بشی؟ خب شاید همه فقر رو به نوعی ببینن، ولی هر کی تو جامعه هست فقر رو میبینه. حالا نمیگم همه یک واکنش دارن، ولی چجوری رو تاثیر گذاشت؟ من این ناگفته نموند که الان من بهت گفتم که وضعمون نسبتا خوبم بود. ما تو همون محله که زنده میکردیم اون سالها خود پدر و خانواده، هر خانواده‌ای که می‌خواست یک مقدار دستش به دهنش برسه مجبور بود چند شیفته کار بکنه. حتی پدر من چند تا کار انجام میداد تا بتونه مینیمم ها رو چیز کنه. این که دارم میگم مال چند سال پیش، الان دیگه تصور کن که دیگه خیلی وضعیت بدتر شده. این از این بذاریم کنار. یعنی تمام ما توی خانواده‌ای بودیم که به هر حال من خودم دانش آموز بودم، خواهر برادرم دانشجو اینا بودن. بعد اینکه چرا و چطور، به هر حال قبلش تو همون محله که هستیم تعدادی از هوادارا بودن، هواداری سازمان مجاهدین. بله. بعد ولی راستشو بگم سیما رو ما دنبال نمی‌کردیم. علت هم داشته، چون موضوعات مختلف اونجا پیش اومد و بسیار زیر مانیتور بودیم. نمیتونستیم مثلا مثل الان که همه ماهواره‌دارن موقع زیاد میتونستیم بگیریم، ولی همین که میگرفتیم خب به هر حال زیر کنترل بودیم. اینا نمیتونستیم، چون چند مدتی بار به صورت نوبه‌ای خونمون میمدن از طرف مامورای رژیم و اطلاعات اینا. ولی به هر حال خبرها و موضوعاتی به اون میرسید. مثلا اولین جرقه‌ای که من به ذهنم زد روزایی بودش که دستگیری‌ها و اینا توی محله‌مون راه افتاده بود. اولین جمله‌ای که از چیز شنیدم، به هر حال کلمه ممنوعه بود مجاهدین دیگه، مجاهدین و به هر کلمه رجوی و فلان. بعد تو مدرسه جایی نگی و مثلا به هر حال ما هم خانواده مجاهدین بودیم، ولی به هر حال ما پیش همدیگه هم به این رادیو صحبت نمی‌کنیم. الان ممکنه اونایی که هستن خوب بدونن. مثلا یکی از چیزای اصلی اینه که میترسن آدمو، به هر حال ممنوع‌ترین اسم. بعد مادرم که دستگیر شده بود اینا رفت، مثل الان که دستگیر میشه شما باید چند هفته یه بار بری احراز هویت، که مثل مادرای چیز دستگیر شده یا چیزا باید میرفتی احراز هویت میکردی که یه موقع از شهر یا از استان یا از کشور خارج نشده باشی. یه هفته یه بار یا مثلا چند روز یه بار میگفتن بیا. بعد ما رفته بودیم اونجا، بعد این اطلاعاتی میگفت پسر جان یه موقع تو نکنه بری سمت منافقین و فلان. به خودت گفت؟ آره به من گفتش. موقع چند سالت بود؟ سنیش فکر کنم 11 12 سالم اینا بودش. بعد به مادرم گفتم که این گفتش منافقین کیان؟ مجاهدین کیان فلان. بعد مادرم بهم گفتش که اینا میگن منافقین، ما نباید بگیم منافقین فوش حساب میشه فلان. اینا منافق خودشونن فلان. بعد از اون موقع داستان بهم خب داستان جرقه زد. آره شنیده بودم از چیزا اینا که دیگه شروع شد و فلان اینا. به هر حال یه سری دستگیری‌ها اینا هم داشتیم ما. بعد دیگه گفتم خب این برای چی میگه نرو سمت اینا؟ اون موقع من خب یه سری ایدئالا داشتم، واقعا برای خودم برنامه ریخته بودم. وضعم یه جوری بودش که واقعا میتونستم چیز بکنم. درسم که خوبه، وضعم که نسبتا خوبه. بعدش ممکنه خب اصلا واقعا تو این وضعیتی که من ببینم جای موندن نباشه اصلا، حتی شاید برم خارج، شاید به ایدئالای خودم برسم، درسمو بخونم، چیکار بکنم. حالا خب شاید هر کسی که اومده تو مجاهدین تمام اینا رو داشته. مثلا یکی تو خارج بوده همه چیزشو ول کرده، هر کسی یک چیزی داشته گذاشته، یه آینده‌ای داشته مثل هر کسی. منم همون موقع اولین جرقه رو میشه گفت اونجا خوردش. این صحنه‌های ظلم از یه طرف دیدم، از این طرفم این دیدم که این اسم ممنوع. من با خیلی صحبت کردم که بالاخره چطوری با مبارزه آشنا شدن، با مجاهدین آشنا شدن، با مبارزه حرفه‌ای علیه رژیم آشنا شدن. ولی جالبش اینجاست که تقریبا اگر بخوایم عوامل متعددی رو مثال بزنیم یا فهرست کنیم که در اینکه یک نفر رو به این مسیر برسونه، اگر بخوایم فهرست کنیم
اصلی ترین عاملش خود حکومته. بله. به کارهایی که میکنه. بله. یکی اینکه تو همه مناطق از خانواده های مجاهدین هستن، اعضای خانواده باقی مانده های خانواده های مجاهدین هستن، اونهایی که شاهد اعدام ها بودن و بعد هم همین فقر و بعد هم خود تاکید الان مثل همین که گفتی بازجوها که مبادا سمت اینا برید، این خودش بیشتر عامل کنجکاوی، آره کنجکاوی و هل دهنده به این سمت. خب میگفتی الان هم که میدونی که اون موقع هم همونطوری بود، الان هم دقیقاً اینطوری، به خصوص میگن نسل دهه شدی. اون موقع اولین جرقه بهم زد که برای چی این ممنوع ترین اسمه، مثلا من هیچ جا نمیتونم به کارش ببرم. همه میگن مثلا حتی هوادارهای خیلی نزدیکم به هر حال خب زندانی و شکنجه شده و یه سریشون فامیلامون ما مثلا تو همون سرخسار 13 نفر از اقواممون اعدام شده بود، اقوام دور و نزدیکمون. بعد گفتم خب برای چی این چیزه؟ بعد حتی اون موقع من نمیدونستم این اقوام به خاطر ارتباطشون با سازمان اعدام شدن. بعد رفتم تحقیق کردم دیدم که یعنی کنجکاوی به اینجا رفت اینا هم به خاطر این اعدام شدن، به خاطر این داستان اعدام شدن. بعد دستگیری‌های خیلی شدیدی هم بود سال مثلا تقریبا فکر 80 اینا نزدیکای 80 81 اینا که فامیلام چیزی. بعد گفتم خب برای چی این ممنوع است، برم یکم کنجکاوی کنم که به هر حال توی سن شروع نوجوانی هم بودیم دیگه. رفتم دیدم که خب این به دلیل این ممنوع است که چون واقعا از بیخ نمیخواد چیزی از خرابه و ویرانی ها بشه، بگفت جهنمی که رژیم برای مردم ساخته باقی بذاره. به خاطر همین تبدیل شده به ممنوع ترین اسم. و اون موقع من یادمه که این ممنوع بودن فقط تبلیغات نبود، یعنی درسته. به شدت میترسیدن رژیمیا، به خصوص که اون موقع فضای عملیات مجاهدین هم بودش و تون پایگاه چیزشون عوض میکردن که مبادا مثلا مجاهدین فردا برن پایگاهشون رو بزنن، مثلا پایگاه اطلاعاتشون امروز مثلا اینجا بود فردا میکردن تا این حد میترسیدن. بله میترسیدن. بعد تمام این مسائل باعث شد که به این موضوع به صورت جدی فکر بکنی و بعد هم این مسیر رو در واقع انتخاب کردی. یکم بریم جلوتر. بعد از این که اون وقایعی که گفتی، اون سختی‌ها و اون مشکلاتی که دیدی، فقر و بعد دستگیری‌ها، فشارهایی که بر خانواده خودت بود، بعد تصمیم گرفتی که به یک جریان سیاسی که تشکیلات داره و مبارزه حرفه‌ای علیه رژیم ایران میکنه به اون بپیوندی. کمی در این رابطه هم برامون توضیح بده تا بریم سر مسائل بعدی. بعد از اینکه من افتادم توی دستگاه کنجکاوی و دنبال مجاهدین رفتم، اینطوری نبودش یه دفعه‌ای مثلا بعضیا دیدی مثلا میگن اینا اصلا نمیدونن چیکار کردن همینجوری اومد. واقعا اینطوری نبودش. با اینکه سنم کم بودش، این از این اتهاماتی که میزنن دیگه. خب با اینکه سنم کم بود خیلی مطلب از تو همون موقع که بگیر و ببندم زیاد داشتیم، ولی خیلی مطلب از مجاهدین به دست من رسید که یه سریشو اطلاعات چیز کرد، ولی تقریبا میشه گفت 90% رو نتونست بهش دست پیدا بکنه. نگفته نمونه. یعنی قشنگ نارو خوردش. من اون موقع خیلی سخنرانی‌های مختلفی رو گوش می‌کردم و دنبال می‌کردم و مطالب مجاهدین رو می‌خوندم، چون داشتم توی دوراهی بودم. بالاخره این زندگی رو برای خودم درست کردم برم سمتش، یا خب این صحنه‌ای که من دیدم باید رفت براش بالاخره جنگید و این آزادی رو، چون همسایه که نمیاد بالاخره کی میخواد بیاد این وضعیت رو درست بکنه. که الان توی چند بارم گفتم توی مجازی گاهن مردم میگن که آقا ناجی توی آینه است، اصلا دنبال دم در نگاه نکن. درسته. ناجی توی آینه است. ناجی از در نمیاد، دنبال کسی نباش، ناجی خودمونیم. این موقع خب به هر حال این موضوعات به ذهنم میاد که بالاخره ما باید خودمون رو یه کاری بکنیم، خطر داره، دستگیری داره، آره داره. رفتم تحقیق کردم که به هر حال کلیپ‌های خیلی زیادی دیدم. یادم 8 مارس خرمایی اون موقع خیلی چیز بود. یه کلیپی داشتش معرفی کنم قبل از 81 بود. بعد دورتموند بودش، به علاوه سخنرانی خرمایی تو جلسه دورتموند. اینا رو چندین بار گوش کردیم و سایر جلسات سازمان و شورا و فلان اینا خیلی رو من تاثیر داشتش. که بعد انتخاب کردم که مشخصا یکی از چیزایی که رو خود من خیلی تاثیر گذاشت بعد از همه این کلیپ‌ها که دیدم به چیز خود من خیلی نهیب زد، اون کلیپ برادر هستش که میگه آی مردم ایران حل من ناصر ینصرنی. بعد دنبال این بودم حل من ناصر ینصرنی یعنی چی کلمه، چون عربی بود. که بعد رفتم فهمیدم که حتی چند نفر پرسیدن گفتن که یعنی آیا کسی هست منو یاری بکنه، که دیگه اونجا نقطه شروع این رو تاثیر داشت، خیلی تاثیر داشت. بعد
که دیگه وارد خیلی، چون بخوام ریز بگم خیلی طولانی میشه، دیگه وارد مجاهدین شدیم. به هر حال از شروع مبارزه سختی‌های خودشو داشت. ما به هر حال اشرف و لیبرتی رو داشتیم تو خود همون اشرف و لیبرتی که میگی منظور اشاره به محاصره است، شرایط سختی که در حالت محاصره، نیمه محاصره یا محاصره کامل. نکتهش اینه که ما به هر حال نسلی بودیم که درست نسل جمعی، ولی به هر حال نسلی بودیم که زمانی اومدیم توی مجاهدین که از همون لحظه که ورود شدیم جنگ عراق و آمریکا تموم شده بود و تقریبا یک محاصره بود از طرف اولش یکم نسبی تر توسط آمریکا، بعدش هم عراق و اون داستانه حمله که به هر حال توی جایی وارد شدیم که همه به اون میگفتن همون موقع. به هر حال شما توی موقعیتی اومدین که سخت بود، موقعیت نسبتا خاص و سختی بود. اشرف محاصرهش تنگتر میشد، حملات بیشتر میشد، بعد حفاظت سپرده شد به در واقع دولتی که تحت نفوذ رسمی رژیم بود، مالکی و فلان. درسته. سوخت و قطع میکردن. اون شکنجه روانی بودش که بلنگو بیش از 300 بلنگو، بعد مریضامون رو نمیذاشتن، خیلی از خواهربردارامون شهید شدن تو اونجا. بعد حملات بودش که اولش توسط نیابتی رژیم به اصطلاح تحت نام خانواده یا تحت نام شهروندهای عراقی، همون شهروندایی که در واقع جالبش اینه که خیلی از شهروندا به خاطر حمایت از مجاهدین رژیم میکششون، ولی خب یه سری‌ها هم اجیر میکردن. واقعا به طور واقع خود عراقی‌ها براءت میجستن از اینا که توی محاصره میمدن سنگ پرانی میکردن با به اصطلاح داخل پرانتز به مزدورای رژیم تحت عنوان خانواده میمدن. توی اشرف و این داستانا رو داشتیم. آره. بعدشم لیبرتی داری اشاره می‌کنی به خیلی از مشکلاتی که مواجه شدی و از روز اولی که تو در این مسیر اومدی در واقع اعتقاد خودت اینه که یا اونجوری که از بقیه هم شنیدن با روزهای سخت وارد این میخوای چه نتیجه‌ای بگیری از این؟ حالا نتیجهش چیه؟ نکتهش اینه که هر روزش میشه گفتش که یک انتخاب جدید میخواستش که تو به هر حال روز رو شروع میکردی، مثلا تو لیبرتی گاهن به شوخی یا گاهن واقعا جدی شهادت نامه مثلا اون وصیت نامه آماده بود هر روز که تو فردا روز میخوای شروع بکنی واقعا آیا ادامه خواهد داشت یا نه. از یک طرف خب سخت بود و از یک طرف شیرین از این بابت که تو میدونستی که به هر حال داری یک انسجام و یک تشکیلاتی حفظ میکنی که به هر حال تنها تشکیلاتیه که مونده برای جنگ با رژیم و یک امیدی رو داری حفظ میکنی که به هر حال فردا این بهت انگیزه میداد. بله این انگیزه میدادش و مهمتر از این که جزء یک ساختاری هستی که داری سرنوشت یک کشوری رو عوض، داری یک چیزی رو رقم میزنی که تاریخ داری مینویسی. با هر حال این سختی‌ها رو داره. شیرینیش به خاطر اینه که یک چیز جدید داری انجام میدی، یک سرنوشت داری، یک تاریخ داری رقم میزنی. تولد باره. این سختیاش تبدیل شده بود به شیرینی که مثلا موشک میزدن ولی خب تو شبش با بچه‌ها جمع می‌شدیم با هم دیگه آهنگ می‌خوندیم مثلا توی همون سنگرا. بعد شهیداتشو داشت، سختیاشو داشت، اشکاشو داشت و از اون ور لبخنداش هم داشتش که به هر حال اون چیزی که رژیم می‌خواست به هر حال نشد. واقعا رژیم چیده بود برای اینکه این مجاهدین کامل 3-0 بشه تشکیلشون تو اونجا، ولی خب جالبه مجاهدین از این عبور کردن. جالبه از این بابت اینه که همین که میگی نسل‌های بعدی یا جوان‌تری که به مجاهدین پیوستن توی روزهای دورانی اومدن که بسیار سخت بود برای مجاهدین شرایط و الان تو یک نمونهش هستی که داری از همین شرایط میگی که چطور اومدی و الان هم داری از اون تجربه میگی. این بسیار جالبه. الان تو صحبتات خیلی صحبت از فضای مجازی میکنی یا فعالیتی که تو فضای مجازی داری که سر فضای مجازی تجربه چیه؟ چی میبینی؟ چه فایده‌ای داره؟ چه خوبیایی داره؟ چه مشکلاتی داره؟ آخرین چیزی که الان تو فضای مجازی باش مواجه هستیم بحث هوش مصنوعی هستش که البته من خودم زیاد وارد نیستمش ولی در همین حدی که صورت عام که همه استفاده میکنن. بله. که الان اخباری که داریم میبینیم یه سری ابراز نگرانی میکنن، یه سری ابراز خوشحالی میکنن، یه سری میگن نه این بمب ساعتیه. تو خوشحالی ناراحتی بالاخره از من از یه تهدید بشریت یا آره بعضی یه سری چیزای فیک میاد بیرون که خیلی رو باور مثلا یه دفعه میبینی
مثلا صدا گذاری میکنن یه شخصیت سیاسی خیلی کله گنده اونه که ادای واقعی افراد در میاره چهرهشون. آره قشنگ وحشتناکه به نظر. دیپ فیک هم بهش گام بهش دیپ فیک برات وحشتناکه. آره یه ذره خوف برانگیزه. ولی با این حال به نظر من جای نگرانی نداره، چون مثل کاری که خب توی چیز شده مثلا میشه ابزار، مثلا الان برای ویروس خب آنتی ویروس هست، نمیدونم برای فلان، برای هر پدیده‌ای باید قوانینی در بده. بله کما اینکه خب الان یه سری چیزای جستجوگر درست کردن که دیپ فیک رو در میاره تا یه میزانی مثلا. حالا این البته پیچیدگیش خیلی بیشتر از مثلا این فقط موضوع دیپ فیک نیست، چون اگر رشد بکنه و بتونه وارد قسمت‌های تصمیم گیری بشه خب مسائل ایجاد میکنه، به خصوص مسائلی که همراه هست با موضوعات اینکه آیا درسته که شما امکان تصمیم رو بدید به یک ماشین که خب اختیار انسانی نداره، آگاهی انسانی نداره، اون مسئولیت پذیری انسانی نداره و هزار یک از این پیچیدگی‌هایی که بهش در واقع همراه این تکنولوژی میاد. بعضی پیچیدگی‌ها خیلی بیکار میشن. مثلا الان توی حتما شنیدید مثلا نویسنده‌های هالیوود تظاهرات کردن، گفتن ما از کار بیکار شدیم مثلا به خاطر اینکه سناریو نویسی و یه سری کارا داره انجام میده. خب ممکنه یه سری، ولی خب باید ببینیم به کجا پیش میره. حالا این یه گریزی بود به سر کرد. حالا اینکه مجازی و کلا اینترنت اینا از نظر من خب خیلی خوبی‌ها داره، ولی خب به هر حال باید ببینید که چه جوری می‌خوای بری توش و اینکه هدف چیه، وگرنه خب وقت تلف می‌کنه، ممکنه بهت راهنمود اشتباه بده و مسیر رو اشتباهی بکنه. به خصوص اگه بری اونجا دنبال درمان مریضی‌ها. آره خیلی. مثلا اصلا یکی از چیزای خودشون اینه که هم پزشکا میگن هم گاهن خود اینترنت توصیه میکنه، مثلا بعضن سرچ میدم میگه که هوش مصنوعی هم میگه من دکتر نیستم، لطفا اینا رو برو از دکتر بپرس مثلا. حالا سر مجازی، سر برگردیم سر ایران خود، این خوف و وحشتایی یا مثلا خوشحالیایی که کارشناسای مختلف سر هم مجازی هم هوش مصنوعی دارن، خب از این ور رژیم هم خیلی میترسه ازش دیگه. یعنی تو این چند ساله هم از بابت خب سایبری، هم از بابت حملات سایبری، چه از بابت ارتش سایبری از بابت منظورم تخریب کارهایی که میکنن توی مجازی و اینا منظورم، خیلی کار کرده به هر حال. ولی اصلا نباید الان گول قیافه رو خورد. الان تو خارج هم دیدیم دیگه، مثلا اصلا من یک چیزو خیلی خوب فهمیدم، میگه اصلا از ظاهر نباید چیز کرد، باید قشنگ واقعا مطالعه کرد. مطالعه که میگی شاخصش چیه؟ یعنی اون چیزی که شاخصی که میتونی خوب تشخیص بدی که این نفر به اصطلاح سایبری هست یا سایبری نیستش. اون الان به همین راحتی نمیشه چیز کرد، چون همین که داریم پیچیدگی‌هاشو داره، پیچیدگی خودشو داره. آره میشه یه سری چیزای ابتدایی در آورد. مثلا همین مدت شما نگاه کن، مهر ماه پیش، یعنی 402 ببخشید، آقای پومپو دیدار داشتن با خانم رجبی. این دیدار خب خیلی دیدار به اصطلاح بزرگی بودش و مهمم بودش، ولی خب انعکاسای خودش رو داشته فلان. بماند که مثل همیشه فضای فارسی زبان و منظورم رسانه‌های فارسی زبان معلومات حالت هستش که همیشه خیلی از ریزش‌های رژیم و اصلاح طلبا و بقایای شاه توش هستن، سانسور کردن و میکنن، ولی خب انعکاسات خودش رو داشت. یعنی همه فهمیدن که کسی که میاد تو این چیز اول سانسور کردن و بعد از 2 ماه یادش حالا نکته مهم باری کرد. نکته جالب اینجا از 2 ماه بعد از غار اومدن این چی بود؟ مثلا یه دفعه وسط چیز، یه دفعه بعد از چند هفته و چند ماه، یه دفعه الان از چند روز پیش یه دفعه همه بالا گرفت، به خصوص این جمله‌ای که گفته بودش که مردم ایران نمیخواهند که برگردن به دیکتاتوری قبلی و حساب، و میگه که بقایای شاه و مشخصا بچه شاه که رابطه داره با سپاه بهش میپردازه. این خیلی جالب بود. فرضاً نگاه کن بعد از قیام، مثلا فکر کن 4-5 ماه بعد از قیام تقریبا میشه گفت خیلی بسیار زیاد این که آقا ما این همه میگفتیم که آقا بچه شاه و پروژه سلطنت و نفرات دور و برش همش ربط مستقیم و غیر مستقیم دارن با رژیم، خیلی این موضوع رو آشکار کرد 5-6 ماه بعد از چیز، به خصوص بعد از این کمپینای مسخره که راه مینداختن، مثلا برید بوق بزنید، چراغا رو خاموش بکنید، از این مسخره بازیای هزینه، این خیلی چیز. ولی دوباره این موضوع پومپو که از اینا حسابرسی کرده، الان همه دارن میگن آقا مقام امنیتی شماره 1 که قبلا رئیس CIA بوده و وزیر خارجه
ترامپ بوده داره چنین حرفی میزنه که حرفی رو هوا نیست. یعنی این موضوع خیلی مرزبندی رو تیز کرده که جیغ جناح ریزشی رژیم که الان اومدن توی بقایای شاه و سلطنت طلبها رخنه کردن و خودشون هستن، الان جیغشون در اومده که الان حرف همینه که شما چرا الان یه دفعه جیغتون در اومده، اون موقع چرا نفهمیدید؟ دعا بودن نفهمیدن. ولی نه اینم خیلی صحنه خنداریه، چون مثلا فرض کن یک اتفاقی 2 ماه پیش افتاده و تو یا حسن میزنی قار نشتن تو قار دقیقه چی شده. خود این قضیه حالا جدا از حاشیه‌ای که ساختن که اونم خودش خیلی خیلی مسخره است، ولی این هم خودش خیلی خنده داره. یعنی اینقدر واقعا در اساس الان اشاره کرد با اون چیزی که بهش میگی سانسور کردن مجاهدین یا هواداران مجاهدین یا فعالیت‌های مجاهدین، در اساس خودشون به نوعی سانسور شدن. چون خیلی تلاش کردن سانسور بکنن دیگه. این جریان با توانمندی هایی که داره، خب هم که میدونن چه توانمندی داره، کار خودشو میکنه. آره دولت‌ها پشتشن، خود رژیم. یک نمونهش همین که الان گفتی. نمونه‌های مختلف الان داشتم به در رابطه با سایبریا و نمونه‌های خیلی خنده‌داری که بهت میگفتم که واقعا الان این تیکه‌ای که میگم شاید در نقطه‌ای نباشم که بخوام به کسی توصیه کنم، ولی مثلا بتونم بهت بگم که تو این 4-5 سال خیلی وقت گذاشتم و موضوعات مختلفی دیدم که شاید مثلا فقط زمان نیاز داره که تو بفهمی. مثلا اگه کسی دیگه جای من بود همین زمانو میذاش، قطعا شاید بیشتر از من به این اشراف بدم. یعنی مثلا توی جایگاه ویژه نیستم که بخوام اینو به کسی توصیه کنم، ولی میخوام یک توصیه واقعا شاید بشه گفت دوستانه به خیلیا بکنم. شاید خیلیا منظورم باشن که مثلا الزاما طرفدار یا مثلا توی سمت مجاهدین نباشه، ولی اینو واقعا تو مجازی حس کردم و دیدم که اولا اینکه واقعا کسی همینطور الکی به مجاهدین لگد نمیزنه. این موضوع خیلی جالبیه. خب بگو. خیلی خیلی موضوع جالبیه. تو حتی اینکه فارغ از این موضوع واقعا دیدم خیلی کسایی رو که ظاهر بسیار فریبنده‌ای داشتن که ظاهر واقعی یا مثلا اون اکانتی که تو میگفتی مثلا پشت شب در قلیه ولی خودش مثلا خودشو تناز جا میزنه، اینطوری نیستش. مثلا واقعا طرف به اصطلاح به قول خودشون خب حجاب خیلی بازی هم داره، مثلا قیافه خیلی آنتیکی هم داره، یا مثلا خیلی شبیه بسیجی ریشو مثلا پر فلان و اینا نیستش، ولی خب سنگ رژیمو داره به سینه میزنه. حالا خیلی رنگ و لعاب بهش میده، خیلی تلاش میکنه مثلا از کتابای خیلی ترتمیز و چیزهای مختلف پیش بیاره که این بپیچونه توی زعورق، که مثلا نیچه فلان گفت، فلانی فلان گفت، که این بپوشونه اون مثلا حرف زشت و زننده‌ای که میخواد بزنه در رابطه با بی‌هزینگی یا در رابطه با علیه مجاهدین. 1000 تا سورا کبرا، ولی آخرش تو وقتی میری میبینی مثلا طرف در مقابل موضوع جدی قرارش میدی، 2 تا جمله بعد معلوم میشه که طرف کیه، که بسیارم خیلی زننده هم هستن. اون موضوعات جدی که طرف مقابلش قرار میدی چیه؟ اون موضوعات چیه؟ خیلی ساده، مرزبندی. بالاخره با این رژیم باید جدی جنگید یا نه؟ راه حل جنگیدن با این رژیم چیه؟ تو میخوای با چی بجنگی؟ و اگر باشه تو مخالف مجاهدین، باریکلا، هیچ اشکال نداره. اصلا ما مجاهدین واقعا هیچ مشکلی نداریم، اصلا مخالف مجاهدین. ولی الان که داریم میجنگیم، آیا مثلا فوشکاری تو با مجاهدین تضادی از این جنگ حل میکنه یا تضادی از رژیم حل میکنه؟ کسی که جدیه واقعا من دیدم کسی که جدیه خیلی برخورد داشته. مثلا کسی که واقعا جنگنده است و مسئلهش واقعا سرنگونی رژیمه، دیگه ما دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم، همه چیز اون کف داد. ما واقعا فردای سرنگونی دنبال این نیستیم. دیگه بارها خود برادرم گفته مجاهدین چی میخوان، فایلشو دیگه فکر کنم دیگه همه دنیا شنیدن. واقعا فردای سرنگونی ما دنبال چیزی نیستیم. آقا بیا الان رژیمو سرنگون بکنیم، دعوا رو بذار کنار. به غیر از بعض هم جبهه خلق و ضد خلق و چیز جاش جداست، یعنی نشه و فلان، دعوا رو بذاریم که الان ما رژیمو به هر حال باید قهرمانی و به هر حال باید رژیمی که داره آدم میکشه به هر حال باید جوری باش سرنگونش کرد. خب الان اینا رو بذاریم کنار. کسی که واقعا آدم جنگنده و جدی هستش هر جای دنیا به خصوص توی ایران
توی ایران و حتی هر جا خارج ایران هم دیدم، زیاد دیدم. همه چیزو میذاره کنار، اختلافا رو میذاره کنار و واقعا زیاد دیدین. خیلی زیاده. کسی که یک لینکی داره، چه مخفی چه غیر لینک مخفی، با کی؟ با رژیم. اوکی. حالا لینکش ممکنه معلوم باشه یا معلوم نباشه، یک رابطه علنی باشه غیر علنی باشه، به هر حال کوتاه نمیاد. کلی برات سفسطه میبافه، کلی برات خیلی حرفای قشنگی میزنه، استدلالایی میاره، وقت تو قشنگ میبره، ساعتها، هفته ها. لذا من به این نتیجه رسیدم که کسی که جدی باشه وقتی حرف حق و جلوش میذاری، حتی بیشترین فهم رو داشته باشه، در مقابل حرف حق کوتاه میاد، میگه درسته، این حرف درسته. در رابطه با اون چیزی گفتی که حتما یک سری آرزوهایی داشتی و یا آینده‌ای رو متصور میدونستی، اگه ملایی اومدی که نسبتاً هم فقر رو، نسبتاً که نه، الان که میگی فقر رو تقریباً هر روز به چشم دیدی، حالا با این حساب بعد از این همه سالها، اون آینده‌ای که الان براش تلاش میکنی، اون آینده‌ای که دوست داری حتما محقق بشه، اون چیزهایی که دوست داری در آینده ایران حتما محقق بشه، به نظرت فکر میکنی چی؟ اونایی که همیشه با خودت فکر میکنی، فانتزی میکنی که این بشه، اونا خیلی بهش فکر میکنم راستش. چون با کودکای کار شروع کردم، همیشه به این فکر میکنم. بعضن شاید بشه گفت، نبشه گفت شوخی، یا مثلا بعضن به دوستام یا مجاهدای دیگه که کنارم هستن یا همرزمم، بعضن میگم که من اگر بعد از سرنگونی زنده بودم میرم سراغ این که میری سراغ چی؟ کودکای کار. آره. میرم 10,000 تاشونو جمع میکنم تا بتونم بهشون رسیدگی میکنم. یا مثلا میگم میرم مدرسه میسازی؟ آره مدرسه میسازم. یعنی گاهم با خودم، یعنی اینا دیگه فانتزیای خودمه که مثلا بهش فکر میکنم. و چون نکتهش اینه که اولش هم گفتم، خب هر مجاهدی چیزای مختلفی و همه چیزو گذاشته کنار فقط به خاطر مردمش. یعنی درسته خب فراز و نشیبای چیز مختلفو داره توی مبارزاتش و زندگیشونه، ولی چون اینو ریخته پای اون، لذا واقعا برای خودش گاهن فکر میکنه که مثلا اینطوری بکنیم. گاهن حتی به ذهنم میزنه که واقعا این سرمایه‌ای که ما الان تو ایران داریم، این گوله این چی میگن انبار بارود و این فنر فشرده شده، فردای سرنگونی تک تک این بچه‌های کار و اینایی که پرپرشون دارن میکنن، تک تکشون هر کدومشون در واقع سرمایه فردای این ایران مملکت هستن. یه بار رژیم گفت 7 میلیون، یک بار کمتر گفتم، بیشتر گفتم، ولی خب هر کدوم از اینا واقعا مهمه از نظر من و باید روی این چیز کرد. الان اینکه مثلا این دیگه کفش یا مثلا اصلی ترین موضوعی بود که من حداقلی که اون چیزی که آرزوی بالا بلندی که فکر می‌کنی اگه محقق بشه خیلی خوب میشه، اون چیه؟ مثلا اون چیز به قول معروف که الان زیادم تو فضای مجازی بهش میگن آرمان شهر، یا مثلا اون چیز خیلی والایی هستش که مثلا بهش فکر می‌کنم، این که واقعا ایران رو تبدیل بکنیم به الگویی از اون چیزی که باید باشه. خب اون چی هست؟ مثلا گاهن توی این آهنگا میخونن مثلا این تصور کن فلان اینا، فکر کن مثلا یک جایی باشه که البته همه اینا بدون تضاد نیستش، یعنی مثلا ما بعد از سرنگونی طبعا باید تلاش بیشتری بکنیم، ولی از نظر من میشه ساخت جایی رو که دیگه آدما برای حداقل ها نجنگن. این حل بشه. گاهن توی این کتابا می‌نویسن توی جامعه‌ای که حداقلش حل بشه، دیگه آدما به جای اینکه به فکر این باشن که حداقل رو بخوان بسازن، حداقل رو بخوان به دست بیارن از خوراک و پوشاک و حداقل زندگیشون رو، میتونن به چیزای بالاتری فکر بکنن. وقت دارن فکر بکنن به ساختن، حتی فکر کنن به ایده های والاتر که حتی الان ممکنه به ذهن منم نرسه، نسل‌های بعدی فلان. درسته. لذا ما باید اول آزادی مطلق، همونایی که خارمگم توی 10 مادهش میگه و بارها ما براش جنگیدیم و بهترینامون رو دادیم و داریم براش میجنگیم، اونو توی کف و توی حداقل محقق بکنیم، بعد میتونیم واقعا بهترین باشیم، آزادی‌ها رو بیاریم و جامعه رو برسونیم به اون نقطه‌ای که دیگه توی این منطقه از خاورمیانه که شاید بشه گفت، حالا نمیگم حتما آره یا نه، ولی شاید بشه گفت میخواستیش توی ایران چیز شده، سرنوشتش چیز شده، سرنوشتش گره خورده، به یک صلح و ثباتی برسه که دیگه
توی همسایه بغلی کشورها با هم دیگه مشکل نداشته باشن. توی ایران مثلا بعضا من به شوخی توی جمله میگم توی مملکت اگر میخوایم ثبات اون کشور رو ببینیم که یک زن یک دختر بتونه ساعت 8 شب تا 8 صبح بتونه هر جای کشوری که بخواد تنهایی بره بدون اینکه احساس خطری بکنه، بدون اینکه احساس بکنه که الان مورد تعرض قرار میگیره. شاید این به عنوان کف یه جمله مثلا یه چیز خیلی زودگذری باشه، ولی اگر شما توی جامعه بتونید چنین جمله رو مثلا موقع کنید، الان توی مجازی هم گاهن آدمات چنین جمله به کار میبرن، جامعه رو بخوای نگاه بکنی همینو داشته باشی و اینکه هیچ کس ترس نداشته باشه از چیزی که میخواد بگه ابراز بکنه. مثلا حتی یعنی حق آزادی بیان در کمال خودش باشه. آره. به خاطر اینکه چیزی که میگه دستگیر نشه، احساس ترس حتی نکنه، حتی دستگیری یا احساس ترس نکنه، بتونه حرفش راحت بزنه. درسته. خب سال خیلی ممنونم به خاطر این گفتگویی که داشتیم در برنامه گفتنی. امیدوارم فرصت کرده باشی همه گفتنی هات رو اینجا بگی. ممنونم که ما همراه بودیم. خیلی خوشحال شدم فرزان جان و تشکر از برنامه‌تون که این فرصت رو بهم دادین. قربونتون میشم. ممنونم.